درود دوستان عزیز، وقتتون بخیر. این ویدیو رو ببینید. وقتی پای ایران وسط باشه همه به عشق ایران یه دل میشن. همه این ماشینایی که اینجا وایسادن برای زنده نگه داشتن اسم خلیج فارس امروز 8مین تا 10مین روزیه که اینجا وایسادن و حرکت نکردن. حالا چرا اسم خلیج فارس؟ همه این کانتینرهایی که اینجا میبینید بارهایی که از مبدأ امارات به مقصد افغانستان بوده و دولت امارات اومده رو تمام محموله‌های صادراتیش زده که خلیج العربیه و همه این ماشینا اینجا وایسادن تا دولت امارات مجبور شده تمام اسنادی که مربوط به این بارها بوده رو بیارن و بکننش خلیج همیشه فارس تا هیچ سندی به اسم خلیج العربیه تو هیچ نقطه ای از جهان وجود نداشته باشه. زنده باد خلیج همیشه فارس. خب این ویدیو رو دیدید؟ ما ایرانی ها، اونهایی که عاشق این وطن هستن، هر جای دنیا که باشه از ایران و هر اون چیزی که مربوط به ایران هست دفاع میکنن. اونهایی که دلشون برای ایران میتپه سرباز ایران هستند، سرباز وطن هستند. چه کامیونداری باشه که توی امارات هست و دلش برای خلیج فارس میتپه و اجازه نمیده کسی اسم خلیج فارس رو عوض بکنه، یا اون سربازی که در نقطه صفر مرزی داره روی برجک از مرز ایران حفاظت میکنه. زنده باد همه ایرانی ها و زنده باد همه سربازان وطن. یا علی مدد، خدا نگهدار.